عادتهای اتمی اپیزود دوم. مبانی: چرا تغییرات کوچک تفاوت بزرگی را ایجاد می کنند؟ سرنوشت دوچرخه سواری بریتانیا در سال 2003 تغییر کرد. بدنه حاکم بر دوچرخه سواری حرفه‌ای بریتانیا اخیراً دیو بریلسفورد را به عنوان مدیر جدید خود استخدام کرده بودند. در آن زمان دوچرخه سواران حرفه‌ای بریتانیا تقریباً به مدت 100 سال معمولی و متوسط بودن را تحمل کرده بودند. از سال 1908 دوچرخه سواران بریتانیا تنها یک مدال طلا را در بازی‌های المپیک به دست آورده بودند و حتی در مسابقات بزرگ دوچرخه سواری تور دو فرانس عملکرد بدتری داشتند. در مدت 110 سال هیچ دوچرخه سوار بریتانیایی در این مسابقات قهرمان نشده بود. در واقع عملکرد دوچرخه سواران بریتانیا آنقدر ضعیف بود که یکی از بزرگترین تولید کنندگان دوچرخه در اروپا از فروش دوچرخه به این تیم جلوگیری کرد. آنها می‌ترسیدند که اگر سایر دوچرخه سواران حرفه‌ای ببیند دوچرخه سواران بریتانیایی از وسایل آنها استفاده می‌کنند، این مسئله روی فروش آنها تأثیر منفی داشته باشد. بریلسفورد استخدام شده بود تا دوچرخه سواری بریتانیا را در یک مسیر جدید قرار دهد. آنچه که او را از مربیان قبلی متمایز می‌کرد تعهد بی‌قید و شرط او به این استراتژی بود که او از آن به عنوان تراکم ارزش افزوده نام می‌برد. فلسفه این استراتژی تلاش برای پیشرفت‌های اندک در تمام کارهایتان است. بریلسفورد می‌گوید اگر می توانستید تمام موارد مربوط به دوچرخه سواری را بشکافید و سپس آنها را 1% بهتر کنید، در این صورت زمانی که همه آنها را با هم ترکیب کنید، افزایش چشمگیری خواهید داشت. بریلسفورد و مربیان او با تعدیل‌های کوچکی شروع کردند که ممکن است شما از یک تیم دوچرخه سواری حرفه‌ای انتظار داشته باشید. آنها صندلی‌های دوچرخه را دوباره طراحی کردند تا راحت‌تر باشند و برای کنترل بهتر روی لاستیک‌ها موادی ریختند. آنها از دوچرخه سواران خواستند تا لباس‌های مخصوصی را بپوشند که دمای عضلات آنها را در شرایط ایدئال نگه می‌دارد و از سنسورهای بیوفیدبکی استفاده کنند تا ببیند هر ورزشکار چگونه به تمرین خاصی واکنش نشان می‌دهد. این تیم پارچه‌های مختلف را در یک تونل باد آزمایش کردند و از دوچرخه سواران فضای باز خواستند تا لباس‌های دوچرخه سواران مسابقه‌های داخل سالن را بپوشند که به نظر می‌رسید سبکتر و آیرودینامیکی‌تر باشند. اما آنها تنها به این موارد بسنده نکردند. بریلسفورد و تیم او همچنان به دنبال پیدا کردن 1% پیشرفت در زمینه‌های نادیده گرفته و غیرمنتظره بودند. آنها انواع مختلف ژل‌های ماساژ را آزمایش کردند تا ببینند کدام یک به سریع‌ترین ریکاوری عضله منجر می‌شود. آنها پزشکی را استخدام کردند تا به تمام دوچرخه سواران بهترین روش برای شستن دستهایشان را یاد دهد تا احتمال ابتلا به سرماخوردگی را کاهش دهند. آنها بهترین نوع بالش و تشک را تعیین کردند تا دوچرخه سواران تیم بهترین خواب ممکن را داشته باشند. حتی داخل کامیون تیم را رنگ سفید زدند که به آنها کمک کرد ذرات ریز گرد و غبار را تشخیص دهند که معمولاً دیده نمی شوند، اما می توانند عملکرد دوچرخه‌های تنظیم شده را کاهش دهند. این تغییرات و صدها پیشرفت کوچک دیگر روی هم جمع شدند و نتایج سریعتر از چیزی به دست آمد که تصور می شد. تنها 5 سال پس از قبول مسئولیت بریلسفورد، تیم دوچرخه سواری بریتانیا در صدر مسابقات دوچرخه سواری بازی‌های المپیک 2008 پکن بود. آنها 60% مدال‌های طلای ممکن را به دست آوردند.
4 سال بعد، زمانی که بازی‌های المپیک در لندن برگزار شد، بریتانیایی‌ها با 9 رکورد المپیک و 7 رکورد جهانی استاندارد خودشان را بالاتر بردند. در همان سال برادلی وایگینز نخستین دوچرخه سوار بریتانیا شد که برنده تور دو فرانس میشد. سال بعد هم تیمی او کریس فروم برنده این مسابقات شد و او در سالهای 2015، 2016 و 2017 هم فاتح این رقابت‌ها شد و تیم بریتانیا توانست در 6 سال 5 قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس به دست بیاورد. طی 10 سال از سال 2007 تا 2017 دوچرخه سواران بریتانیایی 178 قهرمانی مسابقات جهانی و 66 مدال طلای المپیک یا پارالمپیک و 5 قهرمانی تور دو فرانس را به دست آوردند که به طور گسترده‌ای به عنوان موفق‌ترین دوران در تاریخ دوچرخه سواری شناخته می‌شود. چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه تیمی از ورزشکاران قبلا معمولی با تغییرات کوچکی که در نگاه اول به نظر می رسید در بهترین حالت تفاوت‌های جزئی را به وجود بیاورند به قهرمانان جهانی تبدیل شدند؟ چرا پیشرفت‌های کوچک به چنین نتایج قابل توجهی منتهی می شوند و چگونه می توانید این رویکرد را در زندگی خودتان تکرار کنید؟ چرا عادتهای کوچک باعث تفاوت بزرگی می شوند؟ آسان است که در مورد اهمیت یک لحظه تعیین کننده غلو کرد و ارزش پیشرفت‌های کوچک روزانه را دست کم گرفت. اغلب ما خودمان را متقاعد می‌کنیم که موفقیت عظیم نیاز به اقدام عظیم دارد. ما برای از دست دادن وزن، ایجاد یک کسب و کار، نوشتن یک کتاب، قهرمانی در مسابقات و یا دستیابی به هر هدف دیگری خودمان را تحت فشار قرار می دهیم تا پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی را به وجود بیاوریم و همه در مورد آنها حرف بزنند. با این حال پیشرفت 1% پیشرفت قابل توجهی نیست و گاهی اوقات حتی محسوس نیست، اما به خصوص در دراز مدت می تواند بسیار معنیدار باشد. تفاوتی که یک پیشرفت کوچک در دراز مدت می تواند داشته باشد بسیار شگفت‌انگیز است. این یعنی اگر شما بتوانید هر روز و به مدت 1 سال 1% بهتر شوید، در آخر سال شما 37 برابر بهتر شده اید. از طرف دیگر اگر هر روز به مدت 1 سال 1% بدتر شوید، تقریباً به 0 می رسید. آنچه که به عنوان یک پیروزی کوچک یا یک شکست کوچک آغاز می شود، به چیز بسیار بزرگتری تبدیل می شود. عادت‌ها تحت تأثیر اثر مرکب هستند. همانطور که پول از طریق بهره مرکب بیشتر می شود، اثرات عادت‌های شما هم با تکرار آنها بیشتر می شوند. به نظر می رسد که آنها در هر روز تفاوت کمی ایجاد می کنند، اما تأثیرات آنها در طول ماه‌ها و سال‌ها می تواند بسیار زیاد باشد. زمانی که 2، 5 یا شاید 10 سال بعد نگاهی می‌اندازیم، ارزش عادت‌های خوب و هزینه عادت‌های بد به طور قابل توجهی مشخص می‌شود. درک ارزش این مفهوم در زندگی روزمره می‌تواند دشوار باشد. ما اغلب تغییرات کوچک را نادیده می‌گیریم، زیرا به نظر نمی‌رسد که در آن لحظه بسیار مهم باشد. اگر شما الان کمی پول پس انداز کنید، نمی توانید الان میلیاردر شوید. نمی توانید با تنها 3 روز باشگاه رفتن تناسب اندام پیدا کنید. اگر امشب 1 ساعت زبان جدیدی را مطالعه کنید، نمی توانید این زبان را یاد بگیرید. ما چند تغییر را ایجاد می کنیم، اما هرگز به نظر نمی رسد که سریعاً به نتیجه برسند و بنابراین ما دوباره به روالهای قبلی خودمان برمیگردیم. متاسفانه سرعت آهسته تحول همچنین باعث می شود که عادت بدی را نادیده بگیریم. اگر امروز یک غذای ناسالم بخورید، وزن شما تغییر زیادی نمی کند.
اگر امشب تا دیر وقت کار کنید و خانواده‌تان را نادیده بگیرید، آنها شما را می‌بخشند. اگر پروژه‌تان را تا فردا به تعویق بیندازید، معمولاً فردا وقت آن است که آن را به پایان برسانید. نادیده گرفتن یک تصمیم ساده آسان است. اما هنگامی که هر روز اشتباههای 1% را تکرار کنیم، با تکرار تصمیمات ضعیف، تکرار اشتباهات کوچک و توجیه کردن و بهانه آوردن، انتخابهای کوچک ما در نهایت به نتایج سمی تبدیل می شوند. این تراکم اشتباهات کوچک است که در نهایت منجر به یک مشکل بزرگ می شود. تأثیر ایجاد شده توسط تغییری در عادتهای شما مشابه اثر تغییر چند درجه‌ای مسیر یک هواپیماست. تصور کنید پرواز شما از لس آنجلس به نیویورک است. اگر خلبان از فرودگاه لس آنجلس هواپیما را تنها 3.5 درجه به سمت جنوب تنظیم کند، به جای نیویورک در واشنگتن دی سی کالیفرنیا فرود خواهید آمد. چنین تغییر کوچکی در هنگام بلند شدن هواپیما تقریباً غیر محسوس است. دماغه یک هواپیما تنها چند سانتی متر جابجا می شود. اما هنگامی که این کار در سراسر ایالات متحده انجام شود، شما صدها کیلومتر از مقصد فاصله پیدا می کنید. به طور مشابه، یک تغییر جزئی در عادتهای روزانه شما می تواند زندگی شما را به یک مقصد بسیار متفاوت هدایت کند. انتخابی که 1% بهتر یا 1% بدتر است، در لحظه می تواند بی اهمیت باشد، اما در گذر زمان که عمر شما را تشکیل می دهد، این انتخابها تفاوت بین کسی که شما هستید و کسی که می توانید باشید است. موفقیت محصول عادتهای روزانه است، نه تحولات یک دفعه‌ای در زندگی. مهم نیست که در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفق هستید. مهم این است که آیا عادتهایتان شما را در مسیر موفقیت قرار می دهند یا نه. تمرکز شما باید بر روی مسیر فعلیتان باشد و نه نتایج فعلیتان. اگر شما 1 میلیونر هستید اما بیشتر از درآمد ماهیانه‌تان خرج می‌کنید، در این صورت در مسیر بدی قرار دارید. اگر عادتهای خرج کردن خودتان را تغییر ندهید، به پایان خوبی نمی‌رسید. از طرف دیگر، اگر شما ورشکسته هستید اما در هر ماه کمی صرفه جویی کنید، پس در مسیر رسیدن به آزادی مالی هستید، حتی اگر سرعت شما کمتر از چیزی باشد که دوست دارید. نتایج شما متناسب با عادتهای شما هستند. ارزش خالص دارایی شما متناسب با عادتهای مالی شماست. وزن شما متناسب با عادتهای غذایی شماست. دانش شما متناسب با عادات مطالعه شماست. شما در نهایت چیزی را دریافت می کنید که تکرار می کنید. اگر می خواهید پیش بینی کنید که در زندگی به کجا می رسید، تنها کاری که باید انجام دهید دنبال کردن منحنی دستاوردها یا شکستهای کوچک است و این که ببینید انتخابهای روزانه شما 10 یا 20 سال دیگر شما را به کجا می رسانند. آیا هزینه‌های شما کمتر از درآمد ماهیانه‌تان است؟ آیا هر هفته به باشگاه ورزشی می روید؟ آیا هر روز کتاب می خوانید و چیزهای جدیدی یاد می گیرید؟ تلاش‌های کوچک این چنینی هستند که آینده شما را تعریف می کند. زمان فاصله بین موفقیت و شکست را افزایش می دهد. عادتهای خوب زمان را متحد شما و عادتهای بد زمان را به دشمن شما تبدیل می کند. عادتها یک شمشیر دولبه هستند. عادتهای بد می توانند شما را به راحتی از بین ببرند و عادتهای خوب می توانند شما را بالا ببرند. به همین دلیل درک جزئیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شما باید بدانید که عادتها چگونه کار می کنند و چگونه آنها را به دلخواه خود طراحی کنید تا بتوانید از لبه خطرناک آن دوری کنید.
عادت‌ها می‌توانند به سود یا به ضرر شما باشند. اثر مرکب در جهت مثبت. اثر مرکب بهره‌وری: اینکه امروز نسبت به دیروز کمی بهره‌وری بیشتری داشته باشید شاهکار به نظر نمی رسد، اما با گذر زمان به نتایج بزرگی منتهی می شود. اثر خودکارسازی انجام یک کار یا تسلط بر مهارت جدیدی می تواند حتی بیشتر هم باشد. هر قدر وظایف بیشتری را بدون فکر کردن و به صورت خودکار انجام دهید، مغزتان بیشتر آزاد است تا در سایر زمینه‌ها تمرکز کند. اثر مرکب دانش: یادگیری یک ایده جدید شما را نابغه نخواهد کرد، اما تعهد به یادگیری و مطالعه روزانه می‌تواند زندگی شما را متحول کند. علاوه بر این، هر کتابی که می‌خوانید نه تنها مطلب جدیدی را به شما می‌آموزد، بلکه راه‌های مختلفی را برای فکر کردن درباره ایده‌های قدیمی برایتان ایجاد می‌کند. همانطور که وارن بافت می‌گوید، دانش مانند بهره مرکب بیشتر می‌شود. اثر مرکب روابط: مردم بازتاب رفتاریتان را به شما نشان می‌دهند. هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید، دیگران نیز بیشتر به شما کمک می‌کنند. اگر در هر تعاملی کمی با ملاحظه تر باشید، می‌توانید در طول زمان یک شبکه گسترده و قوی ارتباطات را ایجاد کنید. اثر مرکب در جهت منفی. اثر مرکب استرس: درماندگی در یک ترافیک سنگین، مسئولیت‌های سنگین فرزندپروری، نگرانی در مورد برآورده کردن نیازها، فشار خون بالا و غیره. این علل رایج استرس به خودی خود قابل کنترل هستند، اما زمانی که سالها آنها را ادامه دهید، استرس‌های کوچک به مشکلات سلامتی جدی تبدیل می‌شوند. اثر مرکب افکار منفی: هرچه بیشتر خودتان را بی‌ارزش، احمق یا زشت بدانید، خودتان را بیشتر شرطی می کنید تا زندگی را اینگونه تفسیر کنید. شما در یک حلقه تفکر گیر می افتید. این موضوع در مورد اینکه شما در مورد دیگران چگونه فکر می کنید هم صدق می کند. هنگامی که عادت کنید تا مردم را عصبانی، بی‌انصاف یا خودخواه ببینید، در نتیجه همیشه این گونه افراد را در همه جا خواهید دید. اثر مرکب خشونت: شورش، اعتراض و جنبش‌های جمعی به ندرت نتیجه یک رویداد واحد هستند، بلکه یک سری از ستیزه‌جویی‌های کوچک و وخیم‌سازی‌های روزانه به آرامی بیشتر می‌شوند تا زمانی که در نهایت به چنین اعمالی منجر می‌شوند. پیشرفت واقعاً چگونه است؟ تصور کنید که یک تکه یخ روی میز جلوی شما قرار دارد. اتاق سرد است و می توانید نفس کشیدن خودتان را ببینید. در حال حاضر دمای اتاق -5 درجه است. دمای اتاق به شکل بسیار آرامی بیشتر می شود. -5 درجه، -4 درجه، -3 درجه. تکه یخ همچنان روی میز جلوی شما قرار دارد. -2 درجه، -1 درجه، 0 درجه. هنوز هیچ اتفاقی نمی افتد. سپس در دمای 1 درجه یخ شروع به ذوب شدن می کند. یک تغییر 1 درجه‌ای که به نظر هیچ تفاوتی با درجه حرارت قبل از آن ندارد، باعث تغییر بزرگی شده است. لحظات باشکوه اغلب در نتیجه بسیاری از اقدامات قبلی هستند که باعث ایجاد پتانسیل مورد نیاز برای ایجاد یک تغییر بزرگ می شوند. این الگو در همه جا خودش را نشان می دهد. 80% دوره سرطان به صورت پنهانی است و سپس در عرض چند ماه کل بدن را فرا می گیرد.
در 5 سال اول به سختی میتوان درختهای بامبو را دید، زیرا قبل از اینکه سر از خاک بیرون بیاورد سیستمهای ریشه‌ای گسترده زیرزمینی را به وجود میآورند. در مراحل اولیه و میانه‌ای هر تلاش اغلب یک دره ناامیدی وجود دارد. شما انتظار دارید که به صورت خطی پیشرفت داشته باشید و ناامید کننده است که تغییرات در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های اول چقدر بی‌تأثیر به نظر می‌رسند. احساس می‌کنید به جایی نمی‌رسید. اما این اصل را به یاد داشته باشید. قدرتمندترین نتایج زود به دست نمی‌آیند. این یکی از دلایل اصلی است که چرا ایجاد عادتهای پایدار انقدر سخت است. مردم چند تغییر کوچک به وجود می‌آورند، نمی‌توانند یک نتیجه ملموس را ببینند و تصمیم می‌گیرند که آن را متوقف کنند. با خودشان فکر می‌کنند من 1 ماه است هر روز ورزش می‌کنم، پس چرا هیچ تغییری را در بدنم مشاهده نمی‌کنم؟ وقتی چنین افکاری بر شما غالب می شوند، آسان است که اجازه دهید عادتهای خوب را کنار بگذارید. اما برای ایجاد یک تفاوت معنادار و دستیابی به یک نتیجه بزرگ، عادتها باید به اندازه کافی ادامه دار باشند تا بتوانند از این فلات عبور کنید. همانطور که من آن را فلات پتانسیل نهفته می نامم. فلات به معنی زمین مسطح است. در اینجا یعنی بخشی از فرایند که هیچ پیشرفت و تغییری را مشاهده نمی کنید. اگر متوجه شدید که ایجاد یک عادت خوب یا از بین بردن یک عادت بد برایتان دشوار است، این به این معنی نیست که شما توانایی خودتان برای پیشرفت را از دست داده اید. دلیل آن اغلب این است که شما هنوز از فلات پتانسیل نهفته عبور نکرده اید. گله کردن در مورد عدم دستیابی به موفقیت با وجود سخت تلاش کردن، مانند گله کردن در مورد یک تکه یخ است که چرا در دمای -5 درجه تا 0 درجه ذوب نمی شود. تلاش‌های شما هدر نرفته است. تلاش‌های شما ذخیره می‌شوند. هنگامی که شما در نهایت با موفقیت از فلات پتانسیل نهفته عبور کردید، مردم آن را موفقیت یک شبه می‌دانند. دنیای بیرونی به جای اینکه کل فرایند را ببیند، تنها به مهمترین بخش توجه می‌کند. اما شما می‌دانید که این در نتیجه کارهایی است که مدت‌ها قبل انجام داده اید، گرچه در آن زمان به نظر پیشرفتی نمی رسید. به طور مثال 2 صفحه زمین می توانند میلیون‌ها سال با یکدیگر برخورد داشته باشند و در تمام این مدت به آهستگی فشاری را به وجود بیاورند. سپس یک روز آنها یک بار دیگر با هم برخورد می کنند. به همان ترتیبی که برای سالیان دراز این اتفاق افتاده است. اما این بار فشار بیش از حد بزرگ است. یک زلزله اتفاق می دهد. بنابراین ایجاد یک تغییر شاید سالها طول بکشد. رسیدن به مقام استادی در یک کار به صبر نیاز دارد. سن آنتونی اسپرز، یکی از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا، نقل قولی از جیکوب ریس را در اتاق رختکن خودشان آویزان کردند. او می‌گوید: وقتی به نظر می‌رسد هیچ چیز به نفع من نیست، می‌روم و به یک سنگ تراش نگاه می‌کنم که به سنگش چکش می‌زند. شاید 100 بار به آن ضربه بزند بدون آنکه یک شکاف در آن ایجاد شود. با این حال با 101مین ضربه آن سنگ 2 نیم می شود و من می دانم که این نه به خاطر آخرین ضربه چکش، بلکه به خاطر تمام ضربات پیش از آن بوده است. همه چیزهای بزرگ از شروعهای کوچک می آیند. بذر هر عادتی یک تصمیم واحد کوچک است. اما زمانی که این تصمیم تکرار می شود، عادت رشد می کند و قوی تر می شود. ریشه ها خودشان را تقویت می کنند و شاخه ها رشد می کنند. از بین بردن یک عادت بد مانند ریشه‌کن کردن یک درخت بلوط قدرتمند در درون ماست. ایجاد یک عادت خوب مانند کاشتن یک گل لطیف در هر روز است.
اما چه چیزی تعیین می کند که آیا ما عادتی را به اندازه کافی ادامه می دهیم، از فلات پتانسیل نهفته جان سالم به در می بریم و با موفقیت به سمت دیگر می رسیم؟ چه چیزی باعث می شود برخی افراد عادتهای ناخواسته ای را در خودشان به وجود بیاورند و باعث می شود افراد دیگری بتوانند از اثر مرکب عادتهای خوب لذت ببرند؟ کمتر بر روی اهداف تمرکز کنید و بیشتر روی سیستم تمرکز کنید. میگویند بهترین راه برای رسیدن به آنچه که در زندگی می‌خواهیم تعیین اهداف خاص و عملی است. اهدافی مانند تناسب اندام پیدا کردن، ایجاد یک کسب و کار موفقیت‌آمیز، آرامش بیشتر و نگرانی کمتر، صرف زمان بیشتری با دوستان و خانواده. من هم برای سالهای زیادی این رویکرد را درباره عادتهایم داشتم. عادتهایم اهدافی بودند که باید به آنها می رسیدم. من برای نمره هایی که در مدرسه می خواستم، برای وزنه هایی که می خواستم در باشگاه بلند کنم و سودی که در تجارتم می خواستم به دست بیاورم، هدف گذاری می کردم. در چند مورد موفق شدم، اما در بسیاری از آنها شکست خوردم. تفاوت بین سیستم‌ها و اهداف چیست؟ این تمایزی است که من برای اولین بار از اسکات آدامز، نقاش کارتون کمیک دیلبرت آموختم. اهداف مربوط به نتایجی هستند که شما در پی رسیدن به آنها هستید. سیستم‌ها در مورد فرایندهایی هستند که به نتایج منجر می‌شوند. اگر شما یک مربی هستید، هدف شما ممکن است قهرمانی در مسابقات باشد. سیستم شما روش جذب بازیکن، مدیریت مربی‌های دستیار و تمرین هاست. اگر شما یک کارآفرین هستید، هدف شما ممکن است ایجاد یک کسب و کار پرسود باشد. سیستم شما این است که چگونه ایده های محصولات را آزمایش کنید، کارمندان را استخدام کنید و کمپین های بازاریابی را اجرا کنید. اگر شما یک موسیقیدان هستید، ممکن است هدف شما نواختن قطعه جدیدی باشد. سیستم شما، مدت زمانهای تمرین شما، چگونگی انجام تصنیف‌های دشوار و روشتان برای دریافت بازخورد از مدرس شماست. حالا یک سوال جالب. اگر تمرکز را از روی اهداف بردارید و بر روی سیستمتان متمرکز شوید، آیا هنوز هم موفق خواهید شد؟ برای مثال، اگر شما یک مربی بسکتبال هستید و تمرکزتان را از هدفتان برای پیروزی در مسابقات قهرمانی بردارید و تنها روی تمرین روزانه تیمتان تمرکز کنید، آیا هنوز هم نتایج را دریافت می کنید؟ فکر می کنم پاسخ مثبت است. هدف در هر ورزشی کسب بهترین امتیاز است، اما مضحک خواهد بود اگر کل بازی به تابلوی امتیازها نگاه کنید. تنها راه برای برنده شدن این است که هر روز بهتر شوید. بیل والش که 3 بار برنده مسابقات سوپربول شده است میگوید امتیازها خودشان میآیند. این موضوع در مورد دیگر حوزه‌های زندگی هم صدق می‌کند. اگر شما به دنبال نتایج بهتر هستید، بر روی سیستم خودتان تمرکز کنید. اما حواستان باشد حرف مرا اشتباهی متوجه نشوید. آیا اهداف کاملا بیفایده هستند؟ البته که نه. اهداف برای تعیین جهت حرکت خوب هستند، اما سیستم‌ها برای پیشرفت لازم هستند. به بیان دیگر، شما باید اهدافی واضح داشته باشید تا جهت حرکت شما در زندگی مشخص شود. اما در عین حال باید زمان بیشتری را برای طراحی یک سیستم کارآمد برای دستیابی به آن اهداف اختصاص دهید. وقتی که زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد اهداف خودتان کنید و زمان کافی را برای طراحی سیستم‌هایتان اختصاص ندهید، با مشکلاتی مواجه می‌شوید. مشکل شماره 1، برنده‌ها و بازنده‌ها اهداف مشابهی دارند.
ما روی افرادی که در نهایت برنده می شوند متمرکز هستیم و به اشتباه فرض می کنیم که تنها داشتن اهداف بلند پروازانه باعث موفقیت آنها شده است و تمام افراد دیگری را نادیده می گیریم که همان اهداف را داشتند ولی موفق نشدند. تمام ورزشکاران رقابت‌های المپیک می‌خواهند برنده مدال طلا باشند. تمام داوطلبان شغلی می‌خواهند آن موقعیت شغلی را به دست بیاورند. و اگر افراد موفق و ناموفق اهداف مشابهی داشته باشند، پس داشتن هدف به تنهایی نمی‌تواند چیزی باشد که برنده ها را از بازنده ها متمایز می کند. این هدف برنده شدن در مسابقات تور دو فرانس نبود که دوچرخه سواران بریتانیایی را به سمت رتبه‌های برتر این ورزش سوق داد. احتمالاً آنها هم مانند تیم‌های حرفه‌ای دیگر تمام سالهای قبل هم می‌خواستند برنده این مسابقات شوند. هدف همیشه وجود داشته است. آنها تنها زمانی موفق شدند که سیستمی از پیشرفت‌های مستمر کوچک را اجرا کردند و این گونه به نتیجه متفاوتی رسیدند. مشکل شماره 2، دستیابی به یک هدف تنها یک تغییر موقتی است. تصور کنید اتاقتان کثیف است و هدف شما تمیز کردن آن است. اگر انرژیتان را روی تمیز کردن اتاق متمرکز کنید، شما در حال حاضر یک اتاق مرتب خواهید داشت. اما اگر همان عادتهای نامرتب بودن خودتان را ادامه دهید که در وهله اول به یک اتاق کثیف منتهی شدند، به زودی یک اتاق نامرتب دیگر خواهید داشت و به دنبال انگیزه‌ای برای تمیز کردن آن خواهید بود. در این صورت همان نتیجه قبلی را خواهید داشت، زیرا هرگز سیستم پشت آن را تغییر نداده اید. شما بدون توجه به علت علائم را درمان کردید. دستیابی به هدف زندگی شما را تنها در آن لحظه تغییر می دهد. ما فکر می کنیم که باید نتایج خودمان را تغییر دهیم، اما مشکل ما نتایج نیستند. آنچه که ما واقعاً باید تغییر دهیم سیستم هایی هستند که این نتایج را ایجاد می کنند. هنگامی که مشکلات را در سطح نتایج حل می کنید، شما آنها را تنها به طور موقت حل می کنید. برای پیشرفت همیشگی شما نیاز به حل مشکلات در سطح سیستم دارید. ورودی ها را اصلاح کنید، خروجی ها خودشان اصلاح می شوند. مشکل 3، اهداف شادی شما را محدود می کند. فرضیه ضمنی در پشت هر هدف این است: هنگامی که من به هدفم برسم خوشحال خواهم شد. مشکل ذهنیت اول اهداف این است که شما پیوسته تا رسیدن به نقطه عطف بعدی خوشحالی را به تعویق می اندازید. من دفعات زیادی در این تله گیر افتادم که حساب آن از دستم در رفته است. برای سالها خوشبختی همیشه چیزی بود که باید در آینده از آن لذت می بردم. به خودم قول دادم زمانی که بدن ورزیده‌ای پیدا کردم و در نیویورک تایمز در مورد کسب و کار من نوشتند، آن زمان می توانم واقعاً آرام باشم. علاوه بر این اهداف یک تضاد این یا آن را به وجود می آورند. شما یا به هدف خودتان می رسید و موفق می شوید یا شکست خورده و ناامید می شوید. شما به طور ذهنی خودتان را در نسخه باریکی از خوشحالی محدود می کنید. این اشتباه است. ممکن نیست که مسیر واقعی زندگی شما با سفری که در هنگام شروع در ذهن داشتید مطابقت داشته باشد. منطقی نیست که رضایتتان را محدود به یک سناریو کنید، در حالی که مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارند. داشتن ذهنیت اول سیستم پادزهری را فراهم می کند. هنگامی که شما به جای محصول نهایی به فرایند تولید محصول علاقه‌مند شوید، مجبور نیستید برای خوشحال بودن صبر کنید.
شما می توانید هر زمان که سیستم شما در حال اجراست راضی و خوشحال باشید و یک سیستم می تواند در بسیاری از اشکال مختلف موفق باشد، نه فقط آن شکلی که در اول پیش بینی کردید. مشکل شماره 4: اهداف در تقابل با پیشرفت دراز مدت هستند. در نهایت داشتن یک ذهنیت هدفمند می تواند اثر یویو را ایجاد کند. بسیاری از دونده ها ماه‌ها سخت کار می کنند، اما به محض رسیدن به خط پایان تمرین را متوقف می کنند. دیگر مسابقه‌ای برای ایجاد انگیزه در آنها وجود ندارد. هنگامی که تمام کار سخت شما بر روی یک هدف خاص متمرکز شده باشد، پس از رسیدن به آن چه چیزی شما را به جلو می برد؟ به همین دلیل است که بسیاری از مردم پس از رسیدن به هدفشان به عادتهای قدیمی خودشان باز می‌گردند. هدف از هدف گذاری این است که برنده شوید، اما هدف از ساخت سیستم‌ها ادامه بازی است. سیستم در مورد تحقق یک هدف واحد نیست، بلکه سیستم در مورد پیشرفت و رشد مداوم است. سیستمی از عادتهای اتمی. اگر در تغییر عادتهایتان مشکل دارید، مشکل نه از شما بلکه از سیستم شماست. عادتهای بد دوباره و دوباره خود را تکرار می کنند. نه به این خاطر که شما نمی خواهید آنها را تغییر دهید، اما به این دلیل که سیستم اشتباهی برای تغییر دارید. شما به اندازه سطح اهدافتان بالا نمی روید. شما به اندازه سطح سیستمتان بالا می آیید. تمرکز روی سیستم کلی و نه یک هدف واحد مشخصه اصلی این کتاب است. این نیز یکی از معانی عمیق پشت کلمه اتمی است. عادتهای اتمی عادتهای کوچکی هستند که بخشی از یک سیستم بزرگتر هستند. همانطور که اتم‌ها بلوک‌های مولکولی هستند، عادت‌های اتمی بلوک‌های ساختن نتایج قابل توجه هستند. عادت‌ها مانند اتم‌های زندگی ما هستند. هر کدام از آنها یک واحد اساسی است که به پیشرفت کلی شما کمک می‌کند. در ابتدا این عادتها و روالهای کوچک به نظر بی اهمیت می رسند، اما خیلی زود روی هم قرار می گیرند و پیروزی‌های بزرگتری را به وجود می آورند. این معنای عبارت عادتهای اتمی است. یک تمرین یا روال منظم که نه تنها کوچک و انجام آن آسان است، بلکه منبع قدرت باور نکردنی هستند. یک جزء از سیستم رشد مرکب. خلاصه فصل: عادت‌ها بر اساس اثر مرکب عمل می‌کنند. هر روز 1% بهتر شدن در طولانی مدت نتایج شگفت‌انگیزی را به وجود می‌آورد. عادت‌ها یک شمشیر دولبه هستند. آنها می توانند برای شما یا علیه شما باشند و به همین دلیل شناخت جزئیات اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد تا زمانی که از آستانه بحران عبور نکنید، تغییرات کوچک تفاوت خاصی ایجاد نمی کنند. نتایج بزرگ زود به دست نمی آیند. شما باید صبور باشید. یک عادت اتمی یک عادت کوچک است که بخشی از یک سیستم بزرگتر است. همانطور که اتم‌ها بلوک‌های مولکولی هستند، عادت‌های اتمی بلوک‌های ایجاد نتایج قابل توجه هستند. اگر به دنبال نتایج بهتر هستید، فقط هدف گذاری نکنید، بلکه تمرکزتان را روی ساختن یک سیستم کارآمد بگذارید. شما به اندازه سطح اهدافتان بالا نمی روید. شما به اندازه سطح سیستمتان بالا می آیید.